سلام. خوش آمدید. امروز میخوام در مورد یه چیزی صحبت کنم که همه ما هر روز حسش میکنیم. ولی خیلی ها دقیقاً نمیدونن چیه. اسمش تورم است. یه روز صبح میری نانوایی. همون نونی که سال پیش 500 افغانی بود. حالا 1000 افغانی شده. میری بازار. قیمت گوشت بالا رفته. برنج گرونتر شده. روغن. دیگه حرفشو نزن. حس میکنی پولت کمتر از قبل میارزه. این دقیقاً همون چیزیه که بهش میگن تورم. در این ویدیو در 7 مرحله همه چیز رو ساده و کامل برات توضیح میدم. مرحله اول تورم یعنی چه؟ خب بریم سراغ مرحله اول. تورم یعنی این که پول ارزشش رو از دست میده. وقتی قیمت‌ها بالا میرن با همون مقدار پول کمتر میتونی بخری. یه مثال ساده بزنم. فرض کن امسال با 10,000 افغانی یه موتورسیکلت میخری. سال دیگه اگه تورم 50% باشه برای همون موتورسیکلت باید 15,000 بدی. پول تغییر نکرده ولی ارزشش کم شده. این تورم است. مرحله دوم چرا تورم به وجود می آید؟ حالا می رسیم به مرحله دوم. چرا اصلاً تورم به وجود میاد؟ 3 دلیل اصلی داره. دلیل اول چاپ پول بیش از حد. وقتی دولت‌ها پول زیادی چاپ میکنن ولی کالا و خدمات به همون نسبت زیاد نمیشه. نتیجهش میشه تورم. پول بیشتر شده ولی چیزی برای خریدن زیاد نشده. دلیل دوم تقاضای زیاد. فرض کن یه بازار داریم. 10 کیلو برنج هست. ولی 100 نفر میخوان بخرن. طبیعیه که هر کس قیمت بالاتری پیشنهاد میده. و قیمت میره بالا. دلیل سوم کمبود عرضه. وقتی به هر دلیلی مثل خشکسالی، جنگ یا تحریم تولید کالا کم میشه. قیمت‌ها بالا میرن. 3 دلیل. تورم از یکی از اینا شروع میشه. یا از هر 3 تاشون با هم. مرحله سوم تورم چه تأثیری بر زندگی ما دارد؟ مرحله سوم. تأثیر تورم بر زندگی روزمره. این مهمترین بخشیه که به خود ما مربوط میشه. تصور کن حقوقت 10% زیاد شده. خوشحالی. صبر کن. اگه در همون سال قیمت‌ها 40% رفته بالا، تو عملاً فقیرتر شدی. عدد حقوقت بیشتر شده. ولی با اون پول کمتر میتونی بخری. این مشکل برای خانواده‌هایی که درآمد کمی دارن. خیلی سخت‌تره. چون هر افزایش قیمتی مستقیماً روی سفرشون تأثیر میذاره. خلاصه بگم تورم یه مالیات پنهانه. کسی ازت نمیخواد. ولی هر روز یکم از ارزش پولت میبره. مرحله چهارم تورم در افغانستان یک مثال واقعی. مرحله چهارم. یه مثال واقعی از خودمون. افغانستان. شاید شنیده باشی که چند ساله تورم افغانستان منفی شده. یعنی قیمت‌ها داره پایین میاد. شاید بگی خب این که خوبه. صبر کن. داستان پیچیده تره. بر اساس گزارش بانک جهانی، تورم افغانستان در سال 2024 به منفی 10.2% رسید. این بدترین رکود تورمی در جهان بود. ولی چرا؟ نه به خاطر رونق اقتصادی، بلکه به خاطر اینکه مردم پول ندارن که بخرن. وقتی تقاضا خیلی پایین بیاد، فروشنده‌ها مجبور میشن قیمت رو پایین بیارن. قیمت‌ها پایین اومده. ولی فقر گسترده تر شده. درسی که از این مثال میگیریم اینه، تورم صفر یا منفی لزوماً نشانه رفاه نیست. مهم اینه که اقتصاد پویا و فعال باشه و مردم قدرت خرید داشته باشن. مرحله پنجم دولت‌ها چطور تورم را کنترل می‌کنند؟
مرحله پنجم. دولت‌ها چی کار می‌کنن؟ دولت‌ها و بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم 3 ابزار اصلی دارن. ابزار اول افزایش نرخ بهره. بانک مرکزی نرخ بهره رو بالا میبره. یعنی وام گرفتن گرونتر میشه. مردم کمتر وام میگیرن. کمتر خرج میکنن. تقاضا پایین میاد. قیمت‌ها آروم میگیره. ابزار دوم کاهش هزینه‌های دولتی. دولت کمتر خرج میکنه. مالیات رو بالا میبره. پول کمتری توی اقتصاد میچرخه. نقدینگی کم میشه. تورم کنترل میشه. ابزار سوم کنترل چاپ پول. بانک مرکزی جلوی چاپ بیرویه پول رو میگیره. عرضه پول رو محدود میکنه. یه نکته مهم، این اقدامات فوری جواب نمیدن. معمولاً 2 سال طول میکشه تا نتیجهشون معلوم بشه. و یه هزینه هم دارن، رشد اقتصادی رو کند میکنن. مرحله 6 طلا چگونه ارزش پول را حفظ میکند. مرحله 6 طلا. وقتی تورم بالاست. پول نقد نگه داشتن مثل اینه که یخ دستته و داره آب میشه. پس مردم میرن دنبال چیزی که ارزشش رو حفظ کنه. طلا. طلا چرا خوبه؟ اول، طلا یه دارایی واقعیه. تحت تأثیر چاپ پول قرار نمیگیره. هیچ دولتی نمیتونه با یه تصمیم ارزشش رو از بین ببره. دوم، طلا در طول تاریخ هزاران ساله که ارزش داشته. ارزش طلا جهانیه. نه وابسته به یک کشور خاص. نه وابسته به یک دولت خاص. سوم، وقتی تورم بالا میاد. سرمایه‌ها به سمت طلا حرکت میکنن. قیمتش بالا میره. مثل سالهای 2020 تا 2022 که قیمت طلا از مرز $2000 در هر اونس عبور کرد. چهارم، طلا در زمان بحران، جنگ و بی‌ثباتی سیاسی ارزشش رو حفظ میکنه. درست وقتی که ارز ملی داره سقوط میکنه. ولی یه نکته هم بگم. طلا کامل نیست. نوسان داره. نگهداریش هزینه داره. ولی در بلند مدت یکی از بهترین سپرها در برابر تورمه. مرحله 7 به عنوان یک فرد چه کار میتوانی بکنی؟ و آخرین مرحله. مرحله 7 تو به عنوان یک فرد معمولی چی کار میتونی بکنی؟ اول، پول نقد نگه ندار. ارزشش داره آب میشه. دوم، در دارایی‌های واقعی سرمایه گذاری کن. طلا، ملک یا سهام شرکت‌های خوب. سوم، مهارت‌هات رو بالا ببر. بهترین سرمایه گذاری روی خودته. مهارت رو تورم نمیتونه ازت بگیره. چهارم، هزینه‌هات رو مدیریت کن. در زمان تورم هر افغانی که بیهوده خرج میکنی بیشتر از قبل میارزه. پنجم، از اخبار اقتصادی آگاه باش. بدون اینکه بفهمی اقتصاد چطور کار میکنه نمیتونی تصمیم‌های درستی بگیری. جمع بندی. خلاصه کنم. تورم یعنی کاهش ارزش پول. 3 دلیل اصلی داره. روی زندگی روزمره ما مستقیم تأثیر میذاره. دولت‌ها سعی میکنن با نرخ بهره و سیاست مالی کنترلش کنن. طلا یکی از بهترین ابزارهای محافظت در برابرشه. و ما هم میتونیم با تصمیم‌های هوشمندانه ازش محافظت کنیم. اگه این ویدیو برات مفید بود، لایک کن. برای دوستانت بفرست. و اگه سوالی داری، توی کامنت ها بنویس. ممنون که تا آخر بودی.